تو بهترین سرآغاز به نام تو کی کنم سخن باز. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان عزیز. اینا کنکورس ما سر شد. کنکورس ما روزی 14 به وقت مسکو ساعت 10 شب ان شاء الله در صفحه اینستاگرام باباجان 88 میگذره. و هم خاطر دوستان عزیز اکتیو نباشه. سه دوستی خودتون در کامنت رو اتمیچت کنید و همین ویدیو ما رو در استوریت بمونه. و هم خاطر برادر عزیز ما هر شب اسپید نمیکنیم که 100 قرآن به همون خاطر از 20 تا سر کردیم. روز 14 چسلا ان شاء الله 20 تاش میمونه. هم تا آسته به مرحله میریم. دوستان عزیز در پادپیسچیکویی که من پادپیسات کردم ده همون دوستای من پادپیسات کنید. از همه شما خواهش و یک خوش خبر دیگه که یک برادر عزیز در راه خدا صدقه جاریه 50 قاعده بغدادی الفبet عربی ان شاء الله خیر کرد. دوستایی که من خواهند با هم خیلی مثل همین خیر کنند و اگر کتاب قرآن و قاعده بغدادی داشته باشند پرتویان ان شاء الله همیورا در راه خدا به برادران میرسونیم. و برادرایی که ما را خواهش کردن که هم قرآنای ما را یا قاعده بغدادی شو بگیریم و خاطر خدا ما مقصد از کس کردیم و گفتیم که ما از حساب خودمون که اما استادا گفتن که نگیره گذرانی خوب میشه و صدقه جاریه هم ثوابش به شما هم به همو برادر میرسه. باقی مانده رحمت کنه پدر مادرتون برای خیر کردگیتون. سلامت باشید دوستان عزیز. انتظار روز 14 و کنکورس باشید. اکتیو باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.